سلام، وقتتون بخیر بیننده های عزیز. خوش آمدین به افغان نیوز با من فرزان احمدی. اگر میخواین که از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آگاه شوین، پس کانال افغان نیوز رو لایک، سابسکرایب و نظریاتتان را با ما نیز به اشتراک بگذارید. درگیری میان طالبان و مرزبانان ایرانی در مرز نیمروز. عصر امروز درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در نیمروز رخ داده است. آگاهان محلی از ولایت نیمروز به خبرگزاری جمهور گفتند که این درگیری در ساحه ولسوالی کینگ نیمروز و در یک پاسگاه مرزی افغانستان اتفاق افتاده و سپس در ساحه قریه درویش که در سرحد موقعیت دارد این درگیری دوام یافته است. از علت این درگیری گزارش دقیق وجود ندارد، اما یکی از آگاهان محلی که نخواست نامش افشا شود گفت که این مسئله مهم در احتمال این درگیری قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات می باشد و در این زمینه فعالیت جدی وجود دارد. ایران نسبت به قاچاق سلاح و مواد